احتمالاً تا حالا دیدین که بیشتر یوتیوبرها برای بیریج زدن یا پی وی پی از یک سری نوع کلیک استفاده میکنن که تو این ویدیو هم قراره بهتون 3 مورد از این کلیک ها رو معرفی کنم. شماره 1 جیتر کلیک. این نوع کلیک بیشتر برای بیریج زدنه و این شکلی باید انگشت اشارتون رو روی دکمه های موس بالا پایین کنید. البته نه این شکلی خیلی بالا پایین ها، فقط همینجوری روش خیلی سریع باید کلیک کنید که البته واقعا این کلیک دستتون رو نابود میکنه. شماره 2 باترفلای. این کلیک رو خودم هم به شخص خیلی به استفاده میکنم و توی هم بیریج زدن و هم پی وی پی به درد میخوره. برای زدن این کلیک هم همونطور که میبینید این دو انگشتتون رو روی یکی از دکمه‌های موس میگیرید و خیلی سریع بالا پایین میکنید که این شکلی خیلی FPS خیلی خوبی میگیرید و تا حدوداً 12-13 تا FPS میده. شماره 3 درگ کلیک. این نوع قابلیت کلیک هم فقط توی موس‌های بالای 1 میلیون تومانه مثل ریزر یا بلادی که البته این کلیک هم فوق‌العاده CPS بالای بهتون میده و بالای 20 CPS بهتون میده. روشش هم اینجوریه که باید انگشتتون رو روی دکمه موس اینجوری بزنید، هی بالا پایین کنید. البته خب اینو روی موس‌های پایین‌تر از 1 میلیون امتحان نکنید، چون خب بعد یک مدت خراب میشه و اصلا روی موس‌های زیر 1 میلیون اصلا کار نمیکنه. خودم هم همینطور که میبینید موسم 1 میلیونی نمیخوره و این روش روی موس منم کار نمیکنه. پس از این روش زیر موسای 1 میلیون استفاده نکنید چون اصلا کار نمیکنه. برای دیدن ویدیوهای بیشتر چنل منو سابسکرایب کنید.